ببینید دین محمود جان از خانه سحر برآمده بود به خاطر کار و به خاطر تامین کاری فرزندات و مادر عزیزی رفت، اما از اوشون جسم بیجان خون آلودی او به خانه آمد. ببینید عزیزان من، کسانی که میگه تقدیر نیست، اینجا خطا بودن این گپ ها معلوم میشه. تقدیر بود است، تقدیر در اختیار من شما نیست. و احمقایی که میگن انسان تقدیر ساز خودش است، این بسیار خطا است. اگر تقدیر ساز انسان خودش باشه، محمود جان نمیخواست که در این سنی 35 سالگی و 36 سالگی طفلکان خودسال خودش و آب دیدی و همسر جوان خودش پرتافته رود. این نمیخواست. او دادری هم که ماشینش این زد و هم نمیخواست در این بلا خودش گرفتار کنه، عصبانی و ناراحت گردد. او معلوم شد که قضای نوشته الهی کار خودش میکنه، نه از من میپرسه، نه از شما و نه حکومت دارم. به هر حال محمود جان شهید شد. دارم میگم که بچه های مختار چه عاقبه که پیش من، یگان نماز از این مسجد از کفای من این عقیب نیست. اگرچه خانهش قریب 1 کیلومتر دور است، در باندازم شرکت دار و در پیشین عصر آفتاب گردم. این نشانه ایمانداری ناست. محمود جان همچنین با سلیمانشان خلاصه خدا رحمتی مختار خودشان تا مردن از مسجد نمود. یا پاش در میکرد با اول سفید میرفت مسجد جماعت نماز میکرد. خدا خواهد این مرگ برای خودش عروسی است. برای محمود همون لحظه که جان از بدن برآمد در آغوش حورهای بهشت رفت انشاءالله ولا ازکی علی الله احدا. من این گمان در حقی ندارم. اما برای مادر عزیزش که در این سن پیری از دست دادن فرزند براش خیلی مشکل است، مصیبتی وزبین است. برای همسرش، برای اون طفلکان خردسالش گفتی حضرت مولوی عسل بخشی بگویند آه فرزندان دلبندت بگردن کودکان در بدر امروز یا فردا. محمود جان از کار می آمد، بچکای دویده پیشواز می برم نه آتم آمد بودن. اگر دیگه پیشی کی می برم این از با آب دیدن، این از دنیا. برای همیشه تاکید میکنم به جوانی تان فریفته نشوه، کار کنه برای زندگی تا نمازاتان هم خواهد. پدر مادراتان حرمت کنه، همسراتان دوست داره. من امروز برای محمود همسرش میسوزم، زندگی شیرین کنه. خوب از اونجا خود دراز نمیکنه، آفتابم گرم است. دعا کنه پروردگار سفر عروسی کنه، خانه خاص حجری عروسی گردان و از اون مقام شهادت که خداوند وعده کرده با واسطه